کتاب‌هایی که به من معقول بود که انسان در تنهایی میماند و مبارزه میبرد تا به آخر، حتی اگر پیروز هم نشد، یعنی اون مبارزه خود رو ادامه میدهد. چون وقتی که چرا رابینزون کروزو رو من چند مرتبه خواندم، یا کتاب‌های دیگر ژول ورن رو، که یک نفر در یک جزیره میافتد یا در کشتی میشکند یا در یک محیط میافتد که باید زنده بماند، باید پیروز شود و تمام خطرها در اطرافش است. من هم گاه وقتی که در مبارزه خود را تنها احساس میکردم و هنوز هم گاه میکنم، راستش رو باید بگم، چون این وقتی که در اطرافت هزارها آدم هم باشد، وقتی تو رو درک نمیکنن، نمیفهمن، خودت رو تنها احساس میکنی و مجبوری که در این حالت تنهایی مبارزه بری و هم کسی را ناراحت نکنی، ولی در اون راه روش و فهمیش خودت تا آخر باقی بمانی. چه رسد به آن که تو هم در اپوزیت